برنامه با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. جنگ روسیه علیه اوکراین و ضرر آن به اقتصاد کشورها تا اندازه به فکر و نقشه‌های مهاجران کوری هم تاثیر کرده است. بعضی محققان این مسئله میگویند مهاجران کوری که به کار در روسیه عادت کرده بودند همکنون در فکر ترک این کشور و جستجوی کار در دولت‌های دیگر میشوند. عین زمان به گفته تحلیلگران دیگر با وجود جنگ و تحریم‌های غربی تغییر جدی در بازار کاری مهاجران در روسیه مشاهده نمی‌شود. همکارم خیرومان بقوزاده اندیشه های چند تحلیلگر را در این باره آموخته است و حالا در استودیو با ماست. خیرومان، نظر تحلیلگران چی است؟ تا کجا روسیه همانا مکان اساسی جلب مهاجران از تاجیکستان باقی میماند؟ البته برای چنین خلاصه های کلان تحقیقات فراگیری در تاجیکستان هم لازم می شود زرنگیست، ولی بر اساس تحلیل و تحقیقات دسترسی که خود سازمان های روسیه انجام دادند دیده می شود که شمار کارجویان تاجیک در روسیه کم نیست. بر اساس آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در اول ماه می در این کشور بیش از 1,200,000 شهروند تاجیکستان قرار داشته است. البته نه همه آنها با مقصد کار رفتند، ولی بنا به آمار رسمی در مقایسه با یک سال پیش، سال پاندمی، شمار شهروندان تاجیکستان 56% زیاد شده است. این زمان حضور مهاجران از مولدووا، اوکراین، ارمنستان و آذربایجان کم می شود و ظاهرا سبب اساسیش هم جنگ و تاثیر آن می باشد. در مورد اینکه مهاجران درباره وضع و شرایط کارشان در روسیه چی نظر دارند، مثلا یک پرسش اکادمی خواجگی خلق روسیه که در نزد پرزیدنت روسیه عمل میکند در مرکز مهاجرت صخره و در مسکو یک پرسش برپا کرده است و این پرسش نشان داده است که 6% مهاجران گفتند که در یک ماه بعد شروع جنگ در اوکراین بیکار ماندند. اینچنین 8% پرسیده شده ها گفتند که در شرایط فعلی امکانی به خانواده فرستادن پول را ندارند، ولی 62% گفتند که هیچ تغییرات در کار و زندگیشان ایجاد نشده است. البته ما گفتن نمیتوانیم که تا کجا این ارزیابی ها خالصانه و واقع بینانه هستند، ولی همین چیز معلوم است که برای صدها هزار شهروندان تاجیکستان روسیه در مدت بیش از 13 ساله مکانی آشنا برای کار شده است و طور متخصصان مهاجرت میگویند برای تغییری سمت کار و درآمد کردن شهروندان فرصت لازم می شود. تشکر. و اصلا یگان تمایل های نو در مهاجرت کاری بعد شروع جنگ روسیه در اوکراین مشاهده نشده است خیرامان؟ تمایلی که میتواند با دوامدار شدن جنگ جدی‌تر شود این راه یافتن مهاجران از آسیای مرکزی به بازار کاری اروپا می باشد. مثلا سازمان جهانی مهاجرت میگوید که بعضی کشورهای اروپایی به طور دو جانبه با کشورهای آسیای مرکزی سازشنامه امضا کرده برای کارهای موسمی نیرو جلب میکنند، مثل که در مثال بریتانیا و تاجیکستان و قرقیزستان دیده شد. سازمان جهانی مهاجرت افزایش مهاجرت کاری گروهی را به ترکیه و قزاقستان مشاهده کرده است، ولی بسیار چیز از سازشنامه و شرایط قانونی کار وابسته است، چون اگر به روسیه سفر کردن شهروندان کشورهای آسیای مرکزی بی پول و بی روادید باشد، به اروپا هنوز ویزا و اجازتنامه ها لازم است و این دیگر مسئولیت حکومت ها است که تا کجا برای دیگرگون کردن بازار کاری شهروندانشان در خارج هنر و خواهش دارند. تشکر. خیرامان بقوزاده بود با خلاصه تحقیقات نو در موضوع مهاجرت کاری در روسیه بعد شروع جنگ با اوکراین.